روزی روزگاری درختی بلند در کوهستانی دوردست بود که زاغی لانه‌ای در آن ساخت. او روزها در کنار تخمهایش می نشست و با دل خوش به آنها نگاه می کرد و منتظر بود تا روزی مادر شود. اما در پای درخت ماری سیاه و شیطانی زندگی می کرد. روزی زاغ برای غذا خوردن لانه‌اش را ترک کرد و مار که دید لانه خالی است از فرصت استفاده کرد باز تنه درخت بالا رفت. وقتی رسید به لانه زاغ تخمهای زاغ بیچاره را با اشتهای تمام خورد و با خیالی آسوده به سوراخ خود رفت و خوابید. اما زاغ بیچاره وقتی غذا خوردنش تمام شد به لانه اش برگشت. لانه را خالی دید و اثری از تخمهایش نبود. قلبش شکست و غمگین شد. زاغ فکر کرد و با خود گفت باید ببینم چه کسی تخمهای مرا میخورد. پس به ناچار تا تخمگذاری بعدی باید صبر میکرد تا بداند که چه کسی این کار را میکند. او بعد از تخمگذاری بعدی تخمهایش را به بهانه پیدا کردن غذا رها کرد و لانه را تنها گذاشت و بر روی یک درخت در نزدیکی همان محل به تماشا مشغول شد. مار بار دیگر طبق عادت همیشگیش از درخت بالا آمد و شروع کرد به خوردن تخمهای زاغ بیچاره. زاغ بی‌پناه و غمگین به لانه‌اش نگاه کرد. تخمها خالی بودند. قلبش شکست و اشک ریزان در دلش آرزو کرد که کاش راهی برای خلاص شدن از این درد پیدا کنم. زاغ در این فکر بود که چطور این دشمن قوی را شکست بدهم. در این هنگام به یاد دوستش روباه که بسیار زیرک و دانا بود افتاد و تصمیم گرفت برای حل مشکلش به سراغ دوستش روباه دانا برود. زاغ مقابل دوستش روباه دانا نشست و تمام ماجرا برای او گفت. مار دلخوشی‌های زندگیم را از بین میبرد و بچه‌هایم را میبلد. روباه با لبخندی مهربان گفت دوست من، دشمن تو قوی است و نباید به تنهایی با او بجنگی. اما تو میتوانی از عقل خود استفاده کنی. روباه گفت گوش کن، من راهی برایت دارم. روز بعد زاغ طبق نقشه روباه به نزدیکی قصر شاه پرواز کرد. شاهزاده را دید. شاهزاده در حال قدم زدن در حیاط قصر بود. او گردنبند قیمتی در دست داشت. او تصمیم داشت در آب برود. قبل از رفتن در آب گردنبند قیمتیش را روی تخته سنگی گذاشت. زاغ با دقت و سریع آن را برداشت و طبق نقشه روباه به سمت لانه مار پرواز کرد. زاغ گردنبند را کنار مار انداخت. سربازان قصر به جستجوی گردنبند پرداختند. آنها به دنبال زاغ آمدند. وقتی که آنجا رسیدند، آنها گردنبند را کنار مار دیدند و فکر کردند که او دزد است. سربازان به مار حمله کردند و او را کشتند و گردنبند را برداشتند و به قصر بازگشتند. سرانجام زاغ توانست در آرامش زندگی کند. او به لانه اش بازگشت و جوجه‌هایش به سلامت و خوشحالی به دنیا آمد.